ولی من به عنوان یه زن، همون زنه، همون دختر بچهه که فقط یه ریز کوتاه از یه دوره کوتاهی از زندگیمو براتون گفتم، خیلی خلاصه، افتخار میکنم زنم. واسه شرافتم تا آخر عمرم میجنگم. حتی اگه به هم هرزه بگن، به هم هر جایی بگن، من با شرافت واسه زندگی میجنگم. من از اون مردا خیلی مردترم. من زن. و این بلاها، اینکه بارون نمیاد، به خاطر ایناست. امثال من، خیلی بدتر از من زیادن. خیلی زندگی ها رو نابود کردیم. میبینیم اون روزو که تقاض پس میدیم. به قول شماها، کوتاه‌ترین صبر خدا 40 ساله. ما زنا میبینیم عذاب کشیدن شما رو. این همه عذاب خاطر خندیدن اون زنه نیست، به خاطر بدذاتی و بیشرفی توه.